안고 다가가 우리는 하나야 영원히 너와 나 별빛 속에 녹아 사라지지 않아 사랑해 이 마음 24 hours later. Early the next morning, Take two. خب سلام بچه ها. امروز چهارشنبه است. نمیدونم چرا انقدر فکر کردم امروز چهارشنبه است. دومین روز از آخرین ترم منه و من باید یه 5-6 دقیقه دیگه پاشم تاکسی بگیرم سر برم دانشگاه. تعریف کنم که حالا خیلی خلاصه که چه اتفاقاتی افتاد. یکم عجیب ماجرا، چون که من این ترم 4 تا کلاس بیشتر ندارم و از این 4 تا کلاسی که دارم 2 تاش توی دپارتمان خودمه، 2 تاش توی دپارتمان کامپیوتر و کلاسایی که تو دپارتمان کامپیوتر جفتش با یه استاده. استادم منو میشناسه، همین باش کلاس دارم. اتفاقا استادیه که مثلا چند سال میشناسیم همو دیگه. من توی آزمایشگاهش مدت کار کردم و خیلی با هم کلاس داشتیم و اینا. و من جلسه پیش دیر رسیدم، 1 دقیقه دیر رسیدم. البته بودم بچه‌هایم که دیرتر رسیدن، خب تذکر زود یا اینو داد. And I was like, oh, sorry. ولی آره این یه ماجرای دوم که الان دارم اینه که توی 2 تا کلاس دیگه هم که توی دپارتمان خودمونه how can I say this nicely? Okay, یه سال بالایی دارم که خیلی آدم جالبی نیست توی دپارتمان ما. خیلی آدم که دوستش دارن زیاد نیستن و you know I try to be nice to everyone. هر چیزی بشه من سعی میکنم که با همه خوب باشم. به هر حال هیچ وقت آدم نمیدونه توی زندگی چه کسی چی داره میگذره، سر همون معمولا سعیمو میکنم. ولی خب این آدم yeah, not very interested. Let me put it that way. Hello, editing Nikki speaking. بچه توی این ویدیو من خیلی داشتم سعی کردم مهربون باشم. I was trying to be really nice. الان 1.5 سال گذشته از اون ماجرا و I don't have that feeling at all. So he was my smallest man who ever lived. Whatever that gives you. Continue watching your video. و خب آدمی هم هستش که 2 سال 3 سال ندیدیمش یهو برگشته. توی این 2 تا کلاس جفتش هم جلو من نشسته و I guess it's okay. حالا نمیدونم، شاید خوش شانس باشیم. من که نمیتونم کلاسامو بندازم، شاید خوش شانس باشیم کلاساشو بندازه. ولی خب اگه هم ننداخت I guess I have to deal with it. Like there's no other option at all. و مسئله که خیلی اذیتم میکنه اینه که من چون که 8 ترمم تموم شده نمیتونم همینجوری توی دفتر رو کار بکنم، چون این کاری که ما توی دفتر انجام میدیم بهش میگن بورسیه دانشجویی اسمشه. چون که عملا شما یه کار حالا خیلی سبکتر دارین که درآمد داره. حالا درآمدش هم پای است، مثلا درآمد واوی نیستش به هیچ وجه. ولی چون که توی خود دانشگاه و اینا بچه خیلی زیادی هستن که دوست دارن این کار بکنن و خب خیلی لیست اولویت داره و اینا. من حالا رو حساب این که خب بیشتر از هم تجربه دارم، میتونم 2 تا زبان صحبت بکنم دیگه، بچه با من خیلی راحت ترن. خب این خوششانسی رو داشتم که این کار داشته باشم طولانی مدت و الان که ترم 9 یک به عنوان همین دانشجوی بورسیه طور نمیتونم کار بکنم. باید یه لیست میاد هر ترم که توی این لیست استاد میتونه یه دونه TA انتخاب بکنه، تیچر اسیستنت، که دستیار معلم ها باشه. حالا کانسپتش با اون تیهی که توی ایران داریم خیلی فرق داره، ولی خب چون که اساتید ما مثلا کاری ندارن فعلا که اساتید اصلی دانشکدهمون که نیاز داشته باشه به اون اسیستنت،
مثلا به جای اینکه اون اسیستنس رو انجام بدم میتونم به جاش توی دفتر کار کنم، کار قبلی رو داشته باشم. ولی خب تا این ثبت نام بیاد ممکنه 1 ماه طول بکشه، ممکنه اصلا 2 ماه طول بکشه و اینا. و تا این لیستینگ نیاد من الان بین کلاسام گپ تایم هایی که دارم واقعا نمیتونم چیکار کنم. حالا ما یه اتاق رشته داریم بهش میگن گوابان، که اونجا یه اتاق مخصوص بچه‌های رشته ماست. توش مثلا کلی چه بدونم میز و صندلی هست، شارژر هست، لاکرامون هست، غذا داریم، خوراکی موراکی من خودمون دیگه هر کاری توش بخوایم بکنیم. و خیلی شلوغ تازگی ها، یعنی به عنوان کسی که 2 ساله نرفته اونجا، وقتی که بعد 2 سال رفتم مثلا برگام میره که چقدر سال پایین نیاز یادم به چقدر شلوغن. مثلا ماها یادم سال اول که میرفتیم مثلا سال بالایامون اونجا بودن جرئت نمی‌کردیم حرف بزنیم. قشنگ یادم حتی یه سال خیلی بالایمون اومد تو، ما رفتیم بیرون حتی در این حد. ولی آره اینو که اصلا مثلا خیلی خوب نسل جوونا اینا، البته خوبه اینقدر مثلا تفاوت چیز نباشه، تفاوت استرس و این فشار وای سال بالای سال پایین اینا. اوکی we don't care. ولی خب جایی نیستش من بتونم درس بخونم. دفترم یه بار رفتم ولی خب خیلی دوست ندارم برم. و خب مثلا ساعت کلاسم مخصوصا امروز اینجوریه که 1 ساعت کلاسم 1 ساعت تعطیل، 1 ساعت کلاس 1 ساعت تعطیل، 1 ساعت کلاس 1 ساعت تعطیل. 4 تا کلاس دارم که بینشون 1 ساعت فاصله است. حالا یکیش بگیم ساعت نهار باشه، نه البته بعد ساعت نهارم تایم خالی دارم. او مای گاد. خلاصه که من این تایم تیبل رو حساب این برداشتم که دفتر هست و دفتر این ترم این ماه I'm not sure about it. خلاصه که امروز ببینیم چطوری میشه. این استرس این فشار هستش و میخوام که خیلی شروع کنم درس خوندن، چون دیروز نتونستم حقیقتا. واسه کاری طولانی مونده دارم که I'm gonna try to do all of it today. So with that being said بریم سر کلاس. 별빛 속에 녹아 사라지지 않아 사랑해 이 마음 های من الان کلاسم تموم شد. 1 ساعت بین این کلاسم تا اون کلاسم فاصله است. رفتم قهوه گرفتم، احتمالاً برم توی اون اتاق رشته‌مونه کسی نباشه. امروز خیلی روز شلوغیه، خیلی کارا باید انجام بدم که البته سر کلاس یکمش انجام دادم. خدا بخش استاد ببخشه. یک کم روزم خلوت‌تر شد. حالا برم ببینم که یه لیست حاضر کنم واسه کاری باید انجام بدم مرتب بشه با هم تیک بزنیم. Day 2. خب آقا من اومدم بیرون از کافه. خیلی خوب بود از یه نظر، خیلی خوب بود چون خیلی از کارم رسیدم انجام بدم، خیلی راضیم از پیش رفتم. ولی خب جایی که نشسته بودم نورش خیلی بد بود و واقعا چشام درد گرفت. دیگه تصمیم گرفتم بیام بیرون برم خونه کم استراحت کنم و خب اونجا به بقیه کارا برسیم. Later that same evening. 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 Day 3. 지도 없이 정말 노리는 거니 몇 번의 고김을 줬었구나 바보야 내 맘 좀 알아줘 Be so nice
خیلی دیرم شد هیچی هم دانشگاه دادم هر سری من میگم سری بعد زود بیاین اینا حالا احتمالا میگم در پشت بشینم از در پشت بشینم تو کلاس چیزی نگیم خدایا امروز زود بیدار شد 너와 나